به نام خدا و با سلام. جلسه اول درس اپتیک کوانتوم 1 رو شروع میکنیم. در ابتدای جلسه من در حقیقت میام منبع اصلی درس رو معرفی میکنم، یک توضیح مختصری که در حقیقت مربوط به محدوده اپتیک کوانتومی هسته و کی ما باید بیایم سراغ این محدوده صحبت میکنم و بعد از اون دیگه بحث اصلی رو که حالا از کوانتش میدان الکترومغناطیسی هسته من شروع میکنم. من در حقیقت کتاب انتخاب کردم به طور مستقیم وارد بحث کوانتش میدان میشه و بحث رو خیلی سریع شروع میکنه. بعضی کتاب‌های اپتیک کوانتومی ممکنه یه سری مقدمات بگن، یه سری نظریه حالا قدیمی نور رو بگن، مثلا بحث ضرب اینشتین، بحث گسیل و جذب در حقیقت نور توسط اتم با استفاده از اون توصیف که اینشتین داشت و بعدش میان سراغ در حقیقت کوانتش بشن. ولی این کتاب در حقیقت که ما مطرح میکنیم از میریم جلو مستقیم اومده کوانتش رو مطرح کنیم. ما خیلی سریع وارد بحث کوانتوم اپتیک بشیم. خب منبع در حقیقت اصلی درسی که ما داریم، من کتاب در حقیقت اپتیک کوانتومی در حقیقت نایت رو انتخاب کردم. یک کتاب نسبتاً خوب و در حقیقت روون و نسبتاً ساده هست برای شروع کار. کتاب مناسبی هستش. عنوانش هست Introductory Quantum Optics، یعنی کوانتوم اپتیک یه جور مقدماتی هست. Introductory کوانتوم اپتیکس. نویسنده هاشم حالا مشهور به کتاب کوانتوم اپتیک نایت، ولی خب 2 نفر نویسندهش هستن، کریستوفر گری و پیتر نایت. نایت که مشهور به کتاب کوانتوم اپتیک نایت. کتاب گفتم مقدماتی ولی کتاب خوبی هست، خوب مفاهیم رو توضیح داده، صحبت کرده. خیلی ریاضی نیست، هست توش مطالب ریاضی زیاد هم هست، ولی بعضی کتابا نسبت به بعضی کتاب کوانتوم اپتیک ریاضیش کمتر هستش و فقط یک مشکلی که داره، بعضی اشتباهات تایپی توی این در حقیقت آخرین ویرایش هم وجود داره که احتمال سال 2005 هستش که متاسفانه دیگه بعد از اون تصحیح نشد، ولی یه سری ویژگی‌های تایپی داره. به خاطر همین شما روابط چیزی که استفاده میکنید حتما دقت کنید، ممکنه تو بعضی روابطش یه سری اشتباهات تایپی وجود داشت. این مشکلش در حقیقت هستش. کتاب‌های دیگه هم هست، حالا من دیگه نمی‌نویسم عناوینشون رو به شما نشون میده، عکس جلدشون رو. این در حقیقت حالا جلد کتاب کوانتوم اپتیک نایت هستش در حقیقت که آوردم، حالا کیفیتش هم خیلی خوب نیست، انتشارات کمبریج هستش. کتاب‌های کوانتوم اپتیک دیگه هم وجود داره، مثلا The Quantum Theory of Light، نظریه کوانتومی نور، کتاب لودن و در حقیقت کتاب‌های دیگه، کتاب کوانتوم اپتیک اسکالی و زبیری هستش که در حقیقت این هم کتاب کوانتوم اپتیک خیلی خوب هستش، خیلی مطالب بیشتر از کتاب نایت رو پوشش میده، ولی خب بعضی مباحثش خود خلاصه و سنگین گفته، ولی بعضی مباحثش اتفاقا باز کرده و جزئیاتی رو گفته که تو کتاب نایت ممکن بعضی مباحثش نباشه. کتاب خیلی کتاب خوبی هستش و معمولا توصیه میشه که بعد از کتاب نایت حتما این کتاب مطالعه بشه، حالا یا کتابای در سطح این. و یه کتاب دیگه هم که کتاب کوانتوم اپتیک خیلی خوبی هست، خیلی مباحث رو توش هستش، فقط یه خورده خلاصه هستش و خوندنش سخت هستش. کتاب نه خیلی سخت، ولی خب به هر حال از کتاب نایت سنگین‌تر هست، کتاب کوانتوم اپتیک والس و میلبورن هست که به کتاب کوانتومی والس مشهوره. این هم کتاب خوبی هست و خیلی کتاب‌های کوانتوم اپتیک دیگه شما سرچ کنید تو اینترنت کتاب کوانتوم اپتیک، تعداد زیادی کتاب کوانتوم اپتیک برای شما میاد که هر کدوم شما یه سری
مزایا دارن و یه سری حالا معایب چیزایش ممکنه کمتر توضیح داده باشن، ممکنه خلاصه باشن و حالا بستگی به سطح شما. کتاب کوانتوم فیزیک هست که سطح ریاضیشون بیشتر هستش، ممکنه بعضی مفاهیم رو بیشتر توضیح کنم، مثلا کتاب کوانتوم که مارک فاکس هستش که حالا در سطح ارشد به نظر من کتاب خوبی نیست چون یه خورده سطحش پایین‌تره، ولی خب مفاهیم رو خیلی خوب توضیح داده. کتاب کوانتوم فیزیک مثلا گریسون یا چیاو هستش از اون طرف که سطح ریاضیش خیلی بالاتر هستش و کتاب‌های زیاد دیگه. ولی خب ما منبع اصلیمون همون کتاب کوانتوم فیزیک که در حقیقت نایت خواهد بود. سرفصلایی که ما حالا سعی میکنیم تو این درس پوشش بدیم، در حقیقت حالا من عناوینشون رو ابتدا می‌نویسم. در حقیقت اولی حالا یه مقدمه هست کتاب نایت، من خیلی وارد اون جزئیات نمیشم، در مورد تاریخچه و چیزهای دیگه شبیه این صحبت میکنه، یه اینتروداکشن هستش. من تو این جلسه سعی میکنم خلاصه فقط بیشترم اونی که محدوده کار رو، اینکه بخوام تاریخچه رو بگم نه، خودتون خواسته که نگاه کن در حد فکر کنم 7 8 صفحه یک در حقیقت تاریخچه ای اومده مطرح کرده. بعد از اون در حقیقت فصل اصلی هست که ما در حقیقت از اینجا بحثمون رو شروع میکنیم، بحث کوانتش میدان هستش، فیلد کوانتیزیشن هستش. من این فصل کتاب نایت رو دارم برای شما مثلا کوانتیزیشن هست یا کوانتش میدان هستی که در حقیقت از همون ابتدا میاد کوانتش رو انجام میده. و فصل بعدی که در حقیقت بررسی خواهیم کرد بحث حالت همدوست رو میاد مطرح میکنه، کوهرنت استیت، که یه حالت خیلی مهمی تو اپتیک کوانتومی هست و استفاده های زیادی داره. در حقیقت اون توابع توزیع احتمالی که از روی این شبه توزیع احتمال رو بهتره بگیم از روی این دست میاد رو میاد بررسی میکنیم که حالا ما این رو هم حتما درس خواهیم داد. بعد فصل چهارمش در حقیقت گسیل و جذب تابش توسط اتم در حقیقت اینجور برهم کنش نور و اتم رو میاد بررسی میکنه، emission and absorption و جذب of radiation by atoms. radiation تابش توسط اتم ها. این فصل چهارمش هستش که ما مطمئنا این هم تدریس میکنیم، فصل خیلی هم مهمی هستش. در بعد کوانتوم کوهرنس فانکشن هست، توابع همدوست کوانتومی هستش که این هم تو بحث‌های تداخل و حالا تداخلایی که اثرات کوانتوم اپتیک هم در نظر بگیریم اینا خب مطرح میشه و حالا توابع همدوستی کوانتومی برای حالت شما که چشم‌های تک فوتون داشته باشید اینا خب این توابع همدوستی رو در حقیقت میتونید محاسبه کنید. فصل ششم بیم اسپلیتر و اینترفرومترز هسته، در حقیقت در مورد باریک شکاف تو اپتیک کوانتومی و حالا تداخل سنج هایی که از اون استفاده میکنن در مقام میاد صحبت میکنه. بیم اسپلیترز and interferometers. و فصل 7 این کتاب که ما احتمالاً تا این فصل جلو بریم حالا اگه بتونیم پوشش بدیم نان کلاسیکال لایت هستش، بعد حالت‌های که غیر کلاسیکی نور، حتی همه حالت‌ها غیر کلاسیکی هستن توی چیز، ولی خب اینا که غیر کلاسیکیشون بیشتر هست. فصل‌های دیگه هم داره ولی ما احتمالاً یعنی سعی میکنیم که این 7 فصل به جز فصل اول که حالا چیز خاص نیست دقیقاً 6 تا فصل رو پوشش بدیم. فصل بعدی هم هستن در حقیقت میاد سیستم‌های اتلافی رو بررسی میکنه که البته خیلی اینجا بررسی ریاضی نداره، بیشتر مفهومی انجام میده کتاب نایت. بعد تست‌های کوانتوم اپتیک کوانتومی، تست‌های اپتیکی کوانتوم مکانیک رو میاد میگه شما باید از اپتیک کوانتوم بیاد مکانیک کوانتومی رو تست کنید، آزمایش‌هایی که انجام میشه. بعد آزمایش‌های تو کویتی کیویدی و اتم‌های به دام انداخته رو میگه. اینا فصل‌های بعدیش هستن که ما در حقیقت مطرح نمی‌کنیم، حالا میتونه جزء اپتیک کوانتومی 2 باشه. و حالا فصل بعدیش هم در مورد کوانتوم اینفورمیشن و در حقیقت که یکی از در حقیقت جاهایی هست که کوانتوم اپتیک خیلی میتونه مفید باشه توش در حقیقت صحبت میکنه
که ما وارد اون فصل نمیشیم. ما سعیمون این هسته که این در حقیقت حالا با فصل اول بگیم 7 فصل پوشش بدیم تو این درس. خب من ابتدا یه مقدمه شروع میکنم، مطرح میکنم و بعد دیگه بحث اصلیمون از همون کوانتش میدان رو شروع میکنیم. در حقیقت من میخوام یه مقدمه ای داشته باشم. نکنید نور، خب اینکه ماهیتش چی هسته، چجوری هستش، موج ذره است، اینا از خب گذشته مورد بحث بوده. اعتقادات مختلفی وجود داشته. بعضی ها اعتقاد داشتن که نور موج هسته، بعضی اعتقاد داشتن که نور ذره هستش. خب در حقیقت حالا ما بخوایم اگه توی حالا اون علم جدید بیشتر صحبت کنیم، توی در حقیقت قرن 17 یا 18 صحبت کنیم، در حقیقت برای ماهیت نور که نور در حقیقت چی هستش 2 تا نظریه وجود داشت. یکی این که نور خاصیت ذره‌ای داره، پاسکولار، حالا تئوری بگیم نظریه ذره‌ای نور، یا اینکه نور خاصیت موجی داره یا ویو تئوری برای نور در حقیقت وجود داشت. حالا توی قرن 17 بگیم این نظریه ذره‌ای نور در حقیقت اعتقاد داشت که نور از یه سری ذرات ریز تشکیل شده که در حقیقت توی حالا فضا منتشر میشن و برای نور خاصیت ذره‌ای دارن که مهمترین حامی این نظریه در حقیقت نیوتن بود. ولی نظریه موجی که در اون موقع باز هم طرفدارای خودشو داشت ولی نه به اندازه نظریه ذره‌ای، چون نیوتن طرفدار اون بود، در حقیقت اون طرفدار عمده شخصی بود به اسم هویگنز که اعتقاد داشت نور یک موجه ولی واقعا نمیدونست چه موجی، فقط میگفت موجه، اینکه ماهیتش چیه، چی داره تو موج نوسان میکنه نمیدونه. تو اون زمان نیوتن خب نظریه غالب در حقیقت نظریه ذره‌ای بود، چون به هر حال نیوتن فردی شناخته شده تر بود و خیلی اون قبول داشتن. ولی با گذشت زمان اینو حالا من تو قرن 18 دارم میگم، با گذشت زمان اون نظریه‌ای که در حقیقت به عنوان نظریه برنده انتخاب شد نظریه موجی بود. یعنی یه سری پدیده ها ظاهر شد که در حقیقت نشون داد نظریه موجی نظریه غالب است. این در حقیقت نظریه، این تایید قطعی نظریه موجی تقریبا توی آخرای قرن در حقیقت 19 بود. در حقیقت end of century، آخرای قرن 19 نظریه موجی تقریبا نظریه غالبی بود که دیگه همه پذیرفتن نور خاصیت موجی داره و یه سری آزمایش ها و کارهایی که انجام شده بود اینو تاییدش میکرد. یکیش در حقیقت دابل اسلیت اکسپریمنت بود، آزمایش دوشکافی بود که توسط یانگ انجام شد. خب اومد تداخل نور رو بررسی کرد. شما مطمئنا میدونید تو سال 1801 اوایل قرن 19 انجام شد. خب تداخل رو ما نمیتونیم برای ذره داشته باشیم، برای امواج یه جور تایید کننده این بود. بحث پراشی که انجام شد، دیفرکشنی که انجام شد توسط فرنل در حقیقت مطرح شد تو سال 1815 حدوداً. این خب پراش هم یه خاصیتی هستی که امواج از خودشون نشون میدن. و حالا پدیده های دیگه شبیه شکست دوگانه، بحث قطبش نور، ماهیت ارضی. حالا من خیلی اون دیگه آخریش که دیگه ضربه نهایی رو به نظریه ذره‌ای داد در حقیقت نظریه ماکسول بود که اومد نظریه الکترومغناطیسی خودش رو مطرح کرد و تونست در حقیقت معادله موج الکترومغناطیسی رو به دست بیاره. الکترومگنتیک ویو رو در حقیقت پیش بینی کرد و نشون داد نور
یک موج الکترومغناطیسی هست. یعنی نه تنها که ثابت کرد نور موجه، بلکه ثابت کرد نور موج الکترومغناطیسی هست. یعنی ماهیت اون موج رو هم در اون چیزی که قبلا نمی‌دونستن واقعا چی توی این امواج داره نوسان میکنه، ولی در حقیقت نظریه موجی تقریبا با این کار ماکسول تایید 100% شده بود دیگه. یعنی همه آخر قرن 19 اعتقاد داشتن که نور موج الکترومغناطیسی هسته و توش میدانهای الکتریکی و مغناطیسی داره نوسان میکنه. خب این دیگه رسیده بودن به این نتیجه. اما یه سری آزمایش هایی رخ داد که این در حقیقت بحث موج الکترومغناطیسی رو زیر سوال برد. یه سری آزمایش هایی که حالا شما مطمئنا تو درساتون خوندید، تو سال در حقیقت آزمایش هایی که انجام شد، من توجیه هاشون رو می‌نویسم. تو سال 1900 یعنی در حقیقت 1901 توسط پلانک اومد جسم سیاه توصیف شد، یعنی تابش جسم سیاه اومد در حقیقت پلانک اومد بلک بادی رادییشن رو توصیفش کرد. بلک بادی رادییشن یک در حقیقت تابش جسم سیاه یک مسئله بود که اواخر قرن در حقیقت 19 مطرح شده بود. تو تجربه اومده بودن تابش یه جسم توی دمای رو شدت انرژی بر اساس فرکانس اندازه‌گیری شده بود، ولی با نظریه موجی که ماکسول داده بود همخوانی نداشت. یعنی نظریه ماکسول نمیتونست اون رو توصیف کنه. اینکه تا 1900 پلانک اومد با فرض کوانتیزه بودن انرژی موج الکترومغناطیسی اومد این رو توصیف کرد. در حقیقت اومد گفت که موج الکترومغناطیسی ما میگیم خاصیت موجی داره ولی انرژیش نمیتونه پیوسته باشه. این تناقض داره. شما یه تناب رو علرسو از کلاسی نگاه کنید با اون چیزی که اون موقع در حقیقت تصور بود. تناب رو علرسو شما میتونید دامنه‌شو هر چقدر بخواید کم و زیاد کنید، پس بنابراین انرژی رو میتونید به طور پیوسته تغییر. برای موج الکترومغناطیسی همینه. دامنه میدان الکترومغناطیسی میتونه به طور پیوسته تغییر کنه علراصول و در چه انرژی میتونه پیوسته باشه. ولی اینجا در حقیقت پلانک با فرض گسسته بودن انرژی، دیسکریت انرژی، در حقیقت اینکه نور از کوانتوم های انرژی یا بسته های انرژی گسسته پکت تشکیل شده اومد تابش جسم سیاه توصیف کرد. خب این یه جوری با نظریه موجی نمیخونه. یه پدیده دیگه‌ای که به صورت تجربی انجام شده بود و تئوری نمیتونست توصیفش کنه بحث تابش، بحث اثر فوتوالکتریک بود که اینشتین با همین فرض کوانتیزه بودن نور تونست توی سال 1905 در حقیقت اون رو بیاد توصیفش کنه. اثر فوتوالکتریک که شما وقتی یه نور رو میتابوندید به یه فلز در حقیقت الکترون کنده میشد، ولی خب این یه ویژگی های جالبی داشت که با فیزیک کلاسیک یا با اون در حقیقت نظریه موجی الکترومغناطیسی که برای نور وجود داشت قابل توصیف نبود. مثلا اینکه شما اگه فرکانس زیر یه حدی باشه هر چقدر هم نور با شدت حتی اون زمان میتابوندن نمیتونستن الکترون بکنن، در حالی که نظریه الکترومغناطیسی میگفت چون انرژی پیوسته است علل باید انرژی بده به الکترون. حالا به مرور زمان انرژی بیشتر میشه الکترون نوسانش بیشتر میکنه تا اینکه نهایتا باید کنده بشه، ولی این کنده نمیشد الکترون از اون طریق. که این رو هم در حقیقت انیشتین اومد با فرض همین کوانتیزه بودن نور در حقیقت توصیف کرد. و حالا پدیده‌های دیگه برای در حقیقت طیف الکترومغناطیسی در حقیقت طیف گسیل در حقیقت اتم هیدروژن رو به دست برد. اومد فرض کرد که الکترون از یک طرف به طرف پایین میاد یک کوانتوم انرژی گسیل میکنه، یعنی اونجا هم تابش رو گسسته در نظر گرفت. ولی خب این پدیده‌ای که من گفتم درسته معمولا به عنوان اینکه نور باید از فوتون تشکیل شده، چون کوانتوم ها رو ما بهشون میگیم فوتون دیگه، میدونید دیگه به کوانتوم های انرژی ما امروزه فوتون میگیم. حتی اون زمانهای اولیه اینجوری نبود. بعداً مفهوم فوتون در حقیقت توی سال فکر کنم 1926 توسط آقای لوئیس مطرح شد، یعنی به اسم فوتون اینا رو دیگه شناختن. قبلش بهش میگفتن کوانتوم های انرژی. این فوتون مطرح شد. ما در حقیقت خیلی حالا کتاب های حالا در حقیقت فیزیک اون ابتدایی معمولا اینا مطرح میکنن که اینا شواهدی هست برای اینکه شما باید نور رو گسسته در نظر بگیرید.
نه اون نظریه موج الکترونیک ماکسولی که ما در حقیقت تو درس اپتیک معمولی استفاده میکنیم، اون درست نیست و شما باید ولی اینا واقعا شاهد مستقیمی برای در حقیقت اینکه نور از کوانتوم در حقیقت فوتون تشکیل شده و کوانتیزه است نیست. شما این پیدا رو میتونید بدون اینکه نور رو کوانتیزه هم بگیرید در حقیقت توصیف کنید. البته تو اون موقع این بحثا مطرح نبود چون اون زمان هنوز کوانتوم مکانیک شروع نشده بود، ولی امروزه ما میدونیم پدیده فوتوالکتریک رو من میتونم بدون اینکه نور رو کوانتیزه بگیرم توصیف کنم. در حقیقت مثال اینیش هم فصل 5 کتاب ساکورایی ارشد هستش کوانتوم که میاد اثر فوتوالکتریک رو با نظریه نیمه کلاسیکی، یعنی نور رو یه موج الکترومغناطیسی پیوسته در نظر میگیره، حلش میکنه. فقط اونجا میاد اتم ها رو گسست، ترازوی انرژی اتم رو گسسته میگیره، یعنی اتم دو ترازه میگیره. یعنی شما این پیدا رو میتونید با فرض اینکه ماده شما ترازاش گسسته است، نه اینکه نور، ما در مورد نور داریم صحبت می‌کنیم که کوانتیزه است، ماده ترازاش گسسته است. به خاطر این اگه نور من انرژیش هم پیوسته باشه، ماده انرژی های گسسته ای از این رو برمیداره، یه اچ نو یا اچ بار اومگایی از این در حقیقت ترازها رو برمیداره. ماده من میاد انتخاب میکنه، میگه من این دوتا تراز فقط مجازه، فقط این خارجی میتونم بگیرم، نه نصف این میتونم بگیرم، نه بیشتر از این میتونم بگیرم. یعنی نور انرژی پیوسته داره ولی برهم کنش با ماده طوری است به خاطر گسستگی ترازهای ماده که کوانتوم های انرژی از ماده رو داره. یعنی اینجا کوانتیزه بودن رو ما به ماده نسبت میدیم و به اون تبادل انرژی که ماده با نور داره، ولی خود نور لزوم نداره حتما انرژی کوانتیزه باشه. یعنی شما یه انرژی زیاد دارید در یه ظرف دارید شما، ولی یه پیمانه دارید، میتونید یه لیوان بردارید ازش، میتونید 2 لیوان بردارید. اون ظرف شما داخلش مثلا پیوسته است ماده که هر مقدار هست، ولی شما اون پیمانه‌ای که دارید فقط 1 2 3 تا 4 تا میتونید بردارید. این معنی نیست که اون ظرف شما انرژی یا اون ماده داخلش کوانتیزه است، نه، پیمانه شما یا اون ترازوی اتمی که داره انرژی رو از اون موج شما میگیره کوانتیزه است. ما همه اینا رو میتونیم با این توصیف کنیم. یعنی پس اینا در حقیقت میخوام بگم شاهد مستقیمی بر کوانتیزه بودن نور نیستن. کوانتیزه بودن رو نشون میدن ولی نه کوانتیزه بودن اتم میتونه باشه. پس اینا در حقیقت میشه بگیم دایرکت اویدنس یا شاهد در حقیقت گواه مستقیمی از کوانتیزه بودن نور نیستن. of the quantum nature، طبیعت کوانتومی نور of light. اینا واقعا اینجوری نیستند، هرچند ما معمولا تو درس ها اینا رو به عنوان دلایلی که نور رو باید کوانتیزه بگیریم مطرح میکنیم. تو واقعیت شکلی نیست. تو واقعیت در حقیقت شما یه سری پیداهای دیگه هستش که باید در حقیقت توشون کوانتیزه بودن رو در نظر بگیرید. حالا میشه از آزمایش های شروع که مثلا 1905 تیلور اومد آزمایش دوشیکافی رو با یه نور خیلی خیلی ضعیف انجام داد و در حقیقت یه جوری اومد تداخل تک فوتون رو بررسی کرد. ولی خب همینا هم هنوز در حقیقت خیلی نمیشه 100% به کوانتیزه بودن نور بهشون مطرح شد. ولی این آزمایش‌هایی بود که در حقیقت در راستای اینکه کوانتیزه بودن نور مورد بررسی قرار بگیره انجام شد. بحث آزمایش تیل، در حقیقت آزمایش دوشکافی توسط نور ضعیف، در حقیقت بگیم دابل اسلیت experiment with very low intensity light، با یه نور خیلی با شدت کم. این در حقیقت تقریبا اومد سینگل فوتون اینترفرنس رو انجام داد. اونقدر شدت بود پایین که تقریبا تو هر لحظه میشه بگیم یه فوتون بین شکاف‌ها و پرده وجود داشت. سینگل فوتون اینترفرنس. و حالا چیزهای دیگه‌ای که انجام شد در حقیقت 1909 اومد افت و خیز انرژی رو توی تابش جسم سیاه مطرح کرد که حالا بحث آمار تعداد فوتون ها هستش که حالا ما در موردش تو درسم صحبت خواهیم کرد. و حالا
پدیده‌های دیگه‌ای که انجام شد، گفتم اینا هیچ کدوم واقعا تایید کننده 100% نبودن برای کوانتیزه بودن نور. میگفتن چیزی کوانتیزه است، ولی اینکه لزوما نور کوانتیزه باشه نه. در حقیقت پدیده هایی که 100% حالا میشه بگیم کوانتومی بودن نور رو نشون میدن، در دهه در حقیقت حالا میشه بگیم در یعنی قرن 20 در نظر بگیریم، از اواسط قرن 20 به بعد، یعنی 1900 شما بگیرید 60 70 بود که در حقیقت بررسی شد که اینا دیگه 100% کوانتیزه بودن نور رو تایید میکنن. یعنی شما با فرض کوانتیزه بودن نور میتونید، اگه ماده کوانتیزه باشه نمیتونید رو توصیف کنید. که حالا میگم من نمیخوام خیلی وارد تاریخی بشم، خودتون میتونید نگاه کنید. یکی از این پدیده‌ها در حقیقت بحث سابپواسونی بودن آمار فوتونی نور هسته. سابپواسونیان در حقیقت لایت هسته. این نکنه ویژگی خود نوره دیگه، تو برهم‌کنش با اتم نیست یا با ماده نیست. نور شما آمار فوتونیش زیر پواسونی هسته. حالا من اینا که زیر پواسونی هست اینا رو اینجا نمیخوام مطرح کنم، چون بعداً در موردش مطمئنا صحبت کنیم. یا نور آنتی بانچ در حقیقت یک در حقیقت مفهومی هسته که شما نمیتونید با فرض اینکه نور یه موج الکترونیکی پیوسته است اصلا توصیفش کنید، جدای از اینکه اتم کوانتیزه باشه یا نباشه. اینا پدیده‌هایی هستن که تایید کننده 100% اپتیک کوانتومی هستن. یعنی شما باید برای توصیف اینا از کوانتوم اپتیک استفاده کنید. نمیتونید اینا رو با اون نظریه موج الکترونیکی ماکسول توصیف کنید. ولی گفتم اون بالایی‌ها رو شما واقعا میتونید با فرض اینکه ماده‌تون کوانتیتی باشه با این توصیف کنید. اینا شواهدی بودن بر کوانتوم اپتیک که اینا رو دیگه واقعا نمیشه، چون به خود ماهیت نور هم بستگی دارن، نه به ماهیت نور با برهم‌کنش با اتم یا با ماده، چون اونجا ممکنه کوانتیزه بودن اتم یا ماده اون رو برای شما توصیف کنه. ولی اینجا چون به خود ماهیت نور بستگی دارن، شما باید خود نور رو در حقیقت به صورت کوانتیزه در نظر بگیره. حالا من نمیخوام خیلی وارد جزئیات اینا، آزمایش‌هایی که انجام شد تایید کننده کوانتوم اپتیک بود اینا بشم، ولی در کل کوانتوم اپتیک در حقیقت اون در حقیقت قسمتی از اپتیک هست. وقتی ما تو مهده کوانتوم اپتیک هستیم، یعنی داریم یه فرض میکنیم و اون اینه که در حقیقت نور ما از فوتون، از کوانتوم های انرژی در نظر گرفته شده. در حقیقت پس تو کوانتوم اپتیک ما نور رو به عنوان یک جویباری از فوتون ها، البته اینا علاوه انرژی، کوانتوم های انرژی هستن، در حقیقت در نظر میگیریم. در حقیقت treating light as a stream of photons، یک در حقیقت جریانی از فوتون ها. این در حقیقت محدوده کوانتوم گرفت. پس من وقتی در مورد کوانتوم اپتیک صحبت میکنم، یعنی خواص موجی وجود داره، چون این در حقیقت از مادات ماکسول به دست میاد، ولی ما مادات ماکسول رو میایم کوانتیزه میکنیم. در حقیقت کاری که قراره بعد از این توضیحات من انجام بدم. کوانتیزه کردن یعنی که خود اون انرژی سیستم رو گسسته کردن و همون که در حقیقت به صورت فوتون در نظر گرفتن انرژی رو. توی بررسی هایی هم که حالا وجود داره، شما بستگی به مسئله‌تون داره. باید ببینید تو بعضی مسائل آیا لازم است کوانتوم اپتیک رو وارد کنید، چون به هر حال مسئله پیچیده‌تر میشه. شما مسائل کوانتومی رو وارد می‌کنید خب سخت‌تر میشه. بعضی مسائل رو شما میتونید با همون نظریه کلاسیکی در حقیقت صحبت کنید، ولی بررسی کنید و بتونم جواب رو میده و نیازی نیست وارد محدوده بشید. ولی بعضی پیدا نه، شما باید بیاد اثرات کوانتومی رو هم لحاظ کنید. بخاطر معمولا وقتی شما دارید با نور بررسی میکنید، 3 تا رهیافت رو میتونید انتخاب کنید. بهتره که از رهیافت اول در حقیقت شروع کنید. اگر در حقیقت مطمئنید که یعنی جواب نمیده یا سری پیدا توش نیست، میتونید برید سراغ رهیافت دوم، و اگر اون هم جواب نداد دیگه میتونید برید سراغ رهیافت سوم که اون در حقیقت همون نظریه کوانتومی هست که کامل‌ترین نظریه است، ولی خب مطمئناً پیچیده‌تر میشه حل مسائل شما. تو رهیافت اول شما کاملا مسئله‌تون کلاسیکال هستش. وقتی که بررسی میکنید، وقتی میگم کلاسیکال یعنی شما نکنید معمولا ما نور رو ماده رو کنار هم داریم. یعنی شما حالا من اینجا بنویسم، اجازه بدید من
یکم بالاتر یا حالا بیارم پایین تر اینو بنویسم که ما معمولا تو جایی که داریم یه ماده داریم، حالا من میتونم اتم یا ماده چون بر از و لایت نورمون، این هم در حقیقت رهیافتمون هستش مثلا اپروچ. ما میتونیم مسئله رو به صورت کلاسیک صحبت کنیم. در حقیقت کلاسیکال اپروچ تو این اتم به صورت یه چیز کاملا کلاسیکی در نظر گرفته میشه، یعنی در صورت یه دو قطبی در نظر گرفته با رای مثبت و منفی که در حضور میدان به علت نیروهایی که خلاف جهت بهشون وارد میشه، بار مثبت در جهت میدان، بار منفی در خلاف جهت میدان، از هم جدا میشن و اینا میان با میدان ما برهم کنش میکنن. نورمون رو هم یک موج الکترومغناطیسی در نظر میگیریم، یعنی الکترومگنتیک ویوی که انرژیش پیوسته هستش در نظر میگیریم. این در حقیقت رهیافت کلاسیکی هست که در حقیقت تو اواخر قرن در حقیقت 19 وجود داشت. یه رهیافت دیگه است که حالا یه خورده بهبود میبخشه ولی خب کامل بازم نیست، بهش میگیم سمی کلاسیکال اپروچ، رهیافت نیمه کلاسیکی. تو این رهیافت شما نور رو نمیایید کوانتیزه کنید، یعنی بازم همون موج الکترومغناطیسی الکترومگنتیک ویو پیوسته در نظر میگیرید، ولی اتم رو میایید کوانتیزه میکنید، یعنی ترازهای انرژی اتم رو گسترده. مثلا اثر فوتوالکتریک رو شما میتونید با این رهیافت توصیف کنید، نیاز نیست نور رو کوانتیزه کنید، اتم رو ترازهای انرژیش گسسته بگیرید، شما میتونید اثر فوتوالکتریک رو توصیف کنید. یه رهیافتی هست که دیگه دقیقاً میشه کوانتوم اپتیک یا فول کوانتوم در حقیقت اپروچ کوانتوم اپتیکس. حالا ما اینجا ما بهش میگیم یا دقیقاً این چیزی هستی که ما تو این درس داریم در مورد صحبت کنیم. اینجا شما اتم رو هم که کوانتیزه بگیرید، ترازهای انرژی رو کوانتیزه در نظر بگیرید، بیاید با ماده شروع میگه حل کنید و پیدا کنید، جواب نمیده. باید نور رو هم کوانتیزه در نظر بگیریم، یعنی کوانتش رو روی نور هم انجام بدیم و در حقیقت نور رو به صورت حالا جریانی از فوتون ها بهش نگاه کنیم با انرژی های گسسته. این رهیافت دقیق ترین و کامل ترین رهیافت در حقیقت، ولی خب مطمئنا سختی های زیادی هم داره. شما اگه بتونید مثلا اینجای با رهیافت نیمه کلاسیک مسئله‌تون رو حل کنید، واقعا نیازی نیست بیاید سراغ این رهیافت، ولی خب بعضی پدیده هست که واقعا نمیشه با هیچ کدوم از این دو تا توصیف کرد. از جمله پدیده گفتم بحث آنتی بانچینگ هستش، نور خوش نشده حالا بگیم اسمش رو، بحث آمار زیر پواسونی هست، ساب پواسون استاتیستیک هست، بحث گسیل خود به خودی هست، بحث اثر کازیمیر هست که حالا ما جلوتر در موردشون صحبت خواهیم کرد. اینا واقعا نیازمندی هست که شما کاملا اپتیک کوانتومی مسئله رو حل کنید. و ما هم تو درسمون میخوایم این رهیافت سوم رو صحبت کنیم. حتی بعضی جاها ما رهیافت‌های نیمه کلاسیکی هم استفاده میکنیم و بعد میایم کوانتومیشو مطرح میکنیم تو درس که مقایسه کنیم با هم چه فایده‌ای هست که تو اون میشه توصیف کرد یا نمیشه و چه تفاوت‌هایی این دو تا رهیافت با هم دارن. حالا یه مقدمه خیلی مختصر برای اینکه با مفهوم درس و اینکه ما چی میخوایم در موردش صحبت کنیم در حقیقت داشته باشیم. من دیگه میرم سراغ فصل در حقیقت اصلیمون، فصل دوممون، بحث کوانتش میدان. پس من فصل 2 کتاب نایت رو شروع میکنم. فصل 2 در حقیقت فیلد کوانتیزیشن هست، کوانتش میدان که ما میایم در حقیقت از هم مادات ماکسول که نظریه موجی هست استفاده میکنیم، ولی میایم کوانتش رو روش انجام میدیم. کتاب نایت برای اینکه حالا خیلی هم سریع وارد بحث نشیم و پیچیده‌اش نکنه، اول میاد کوانتش رو توی یک کاواک انجام میده برای یک میدان تک مود، بعدش میاد کوانتش رو در حالت کلی برای فضای آزاد، البته تو کاواک هم میتونه این دوباره انجام بده، برای یه میدان مالتی مود که تعداد زیادی مود داره انجام میده. منم با همون رهیافت میرم جلو. پس اول بار میایم کوانتش یک میدان تک مود رو یعنی یه فرکانس خاص، در حالی که ما می‌بینیم یه موج شما داشته باشین تعداد زیادی فرکانس ممکن باشه، یعنی هیچ وقت شما یه موج تک فرکانس نداده، همیشه
تعداد مودهای. حالا ممکنه پهنای فرکانس شما خیلی کم باشه، بشه تقریبا تک فرکانس براش بگیم. پس من ابتدا میام این رو صحبت میکنم. کوانتیزیشن of a single mode field، یک میدان تک مود، سینگل مود فیلد. من این رو اول مطرح کنم. برای اینکه این رو مطرح کنیم، کتاب در حقیقت نایت اومده توی یک کاواک فابری پرو با دیوارهایی که 100% اصلا این ساده ترین مسئله شاید بشه حل کرد توی در حقیقت بحث میدان توی کاواک. در حقیقت این هستش، میاد در نظر میگیره یه بعدی هم مثلا نگاه کنه، یه کاواک فابری پرو در نظر میگیره. خب کاواک فابری پرو تو در سوالات لیزر مطمئنا خوندید، 2 تا آینه هستش. حالا تو لیزر معمولا که آینه نیمه شفاف، یعنی که آشونش 100% به چیز بازتابش 100%، که آینه بازتابش 100% نیست، یه شفافیتی داره، یه خورده نور رو عبور میده برای این خورشید. ولی اینجا ما برای اینکه مسئله رو خیلی ساده حل کنیم، یه کاواک در نظریم که دیواراش 100% هستن، یعنی اینکه همه نور رو برمیگردن. حالا این تو واقعیت اصلا وجود نداره و امکانش هم نیست که شما نور رو داخل این کاواک بفرستید. برای شما دیوارتون یکم در حقیقت ضریب عبور غیر 100% داشته، ضریب عبور غیر صفر داشته باشه که نور شما میتونید داخلش بفرستید. ولی خب این برای مسئله مدل سازی ریاضی هست که ما استفاده میکنیم. بعدا میتونید اثرات افت رو به صورت اختلال در حقیقت در جهت ضد مثلا یه بعدی در راستای دیگه، 2 تا راستای دیگه خیلی در موردشون نگاه نمیکنیم. یعنی فرض کنید در اون 2 تا راستا ابعاد کاواک ما نامتناهی هستش. حالا طول کاواک رو ال در نظر من دیواره اول فرض کنید تو مکان صفر و دیواره دوم توی مکان ال هسته. این در حقیقت یک کاواک فابری پرو با دیواره های 100% هستش. در حقیقت فابری پرو کاویتی ویت در حقیقت perfectly conducting walls، با دیواره های حالا رسانه های 100% میتونیم در نظر بگیریم. perfectly conducting، وقتی رسانه میذاریم میدان رو مرزمون صفر میشه دیگه. walls. خب اینجا حالا من میتونم مودهای مختلفی شبیه ذره تو جعبه کوانتوم دیگه شما نکنید. مود اولی که تو این کاواک وجود داره توزیع انرژیش، حالا یا توزیع دامنه میدانش بگیم، این شکلی هستش. یعنی اینجاها انرژی تو گره ها دو طرفش گره داره، اون وسط یک شکم داره. این در حقیقت مود اول این کاواک هست که شما میتونید حتی فرکانس هم پیدا کنید. مود بعدی این کاواک که حالا یه فرکانس یا انرژی بیشتری داره اینه که تعداد گره‌هاش به جای 2 تا به 3 تا تبدیل پیدا کنه. یعنی وسط هم گره تشکیل میده و شکم‌هاش حالا 2 تا شکم داره. این مود دوم کاواک هسته که حالا من بخوام اینا رو با یه اندیس نشون بدم. اجازه بدید من نمادگذاری که تو کتاب استفاده کرده، حالا حتی ما اینجا یک مود رو بیشتر استفاده نمی‌کنیم، من با ام نشون بدم. اندیس مثلا این مود در حقیقت دوم هستش، M2. این مود اول بود، Mش 1 هسته و همینجور مودهای بالاتر دیگه شما میتونید شکل توزیع انرژیشون رو رسم کنید. خب من میخوام میدان مربوط به این مودها رو به دست بیارم و بیام این رو در حقیقت کوانتیزه کنم. حالا خواهید دید که تو این حالت برخلاف فضای آزاد میدان الکتریکی و مغناطیسی شما همفاز نیستن. حالا جلوتر این نتیجه تو فضای آزاد میدان الکتریکی و مغناطیسی همفازن که ما اون رو هم توی بحث‌های بعدی کوانتش تو فضای آزاد رو انجام بدیم در حقیقت مطرح خواهیم کرد. خب من اگه میخوام میدان رو تو این دوتا کاواک پیدا کنم، توی مسئله یه بعدی که من در نظر گرفتم در حقیقت یعنی تغییرات فد در راسته ضد در نظر میگیرم، باید بریم سراغ معادلات ماکسول دیگه. شما میخواید موج الکترومغناطیسی که تو این کاواک وجود داره رو به دست بیارید، من باید بریم سراغ معادلات ماکسول. فرض کنم بین این دو تا آینه هم خلا باشه برای راحتی کار، یعنی ماده نباشه. وقتی که این در خلا هستش من معادلات ماکسول رو تو خلا می‌نویسم دیگه. خب معادلات ماکسول می‌بینیم کرل ای قانون فارادی میشه منفی روند بی به روند تی. خب این که قانون فارادی هستش. دیورژانس ای قانون گوس، چون تو خلا هستیم فضای آزاد هم هستیم، این میشه صفر. در حقیقت رو به روی اپسیلون صفر هست توی فضای آزاد. ما فرض کنیم بار خالص خارجی توی اون کاواکمون نداریم، پس این جمله رو صفر میذاریم.
بعد معادله دیگه قانون در حقیقت آمپر ماکسول هست. کرل بی، من چون خلاصه دیگه با ای و بی کار میکنم دیگه، اچ و دی رو جابجایی الکتریکی و حالا در حقیقت شدت مغناطیسی رو در نظر نمیگیرم. خب این میشه میو صفر اپسیلون صفر، یا در حقیقت روند ای به روند تی. این در حقیقت جمله‌ای بود که ماکسول اضافه کرد و جمله خیلی مهمی هستش، به اضافه میو صفر جی هم که جمله مربوط به قانون آمپر هسته که ما اینجا بازم فرض کنیم چه جریان آزادی تو محیطمون نداریم، توش خلا هست، هیچ جریان آزادی نداریم، جمله هم صفر میشه. و نهایتا قانون گوس تو مغناطیس یا اینکه تک قطب مغناطیسی ما نداریم، دایورژ بی هم در حقیقت چی هستش؟ صفر هستش. این 4 تا معادله ماکسول هست تو فضای آزاد در غیاب هیچ چشمه باری و چشمه جریانی. خب من اگه بخوام در حقیقت من میخوام میدان الکتریکی رو مثلا پیدا کنم، این دستگاه معادله است دیگه، کرل ای میشه منفی روند بی به روند تی، کرل بی میشه حالا یه ضریبی در روند ای به روند تی. من میام بی رو حذف میکنم، برای اینکه حذف کنم میام از طرف یک کرل میگیرم، معادله قانون فارادی هم کرل ای رو حساب میکنم. اینو مطمئنا درس الکترومغناطیس خوندید. خب بعد میشه کرل ای جاش میذارم منفی روند به روند تی بی، روند به روند تی رو با کرل میتونم جابجا کنم، میشه روند به روند تی کرل بی. بعد این میشه منفی روند به روند تی، جا کرل بی حالا میذارم میو صفر اپسیلون صفر روند ای به روند تی، اون صفریش هم که صفر گرفتم. پس در کل این در میاد منفی اپسیلون صفر میو صفر روندو ای به روند تی دو. این در حقیقت معادله هست و کرل ای رو هم خب توی ریاضی‌ریاضی شما خوندید، این میشه گرادیان دیورژانس ای منفی لاپلاسی ای دیگه، در حقیقت تعریف لاپلاسی بردار رو به شما میده که حالا من چون دیورژانس این اون بالا صفر هست، این جمله رو بذارم صفر، به معادله موج برای میدان الکتریکی میرسم. این لاپلاسی ای در حقیقت برابر میشه با در حقیقت اپسیلون صفر میو صفر، جا اپسیلون صفر میو صفر هم شما میتونید یک به روی سی دو دیگه، یک به روی سی دو که سی سرعت نور تو خلا هسته، روندوی ای به روند تی دو. این دقیقا معادله موج هسته دیگه، اینو مطمئنا دیدید معادله موج. حالا این معادله موج در حقیقت توی فضای آزاد هسته، خیلی شکل ساده ای داره، اصلا پاشنده نیست، غیر خطی نیست، یه معادله موج ساده که سرعتتون در حقیقت نورم تو همه محیط سی هستش، ثابت هست، ربطی هم به فرکانس در فضای آزاد در حقیقت این اتفاق رخ میده. این معادله موج هست که برای میدان الکتریکی به دست میارید. همین کارو میشه برای میدان مغناطیسی انجام داد. خودتون به عنوان تمرین این کارو انجام بدید. پس به عنوان تمرین شما نشون بدید که میدان مغناطیسی هم تو همین معادله صدمونه، یعنی به جای اینکه میدان مغناطیسی رو حذف کنید، این دفعه میدان الکتریکی رو حذف کنید و نشون بدید میدان مغناطیسی هم تو همین معادله در حقیقت صفر میمونه. شما نیاز نیست اینو به دست بیارید، چون ما میدان الکتریکی رو از بالایی به دست میاریم. وقتی میدان الکتریکی رو به دست آوردیم میتونیم بذاریم تو قانون فارادی و میدان مغناطیسی رو از رو پیدا کنیم، برای اون دیگه نیاز نیست معادله موج از ابتدا حل کنیم. خب حالا من در حقیقت میخوام میدان تو این کاواک رو پیدا کنم، میدان الکتریکی رو. خب این تو این معادله باید ست کنه. من در حقیقت گفتم فرض میکنم تغییرات من در راستای z هستش فقط، پس میدان الکتریکی دارم رو تابع z و t میگیرم دیگه، x و y رو حذف میکنم چون کاواک ما درس z، درس x و y فرض کنیم نامتناهی هست و تغییراتی وجود نداره، همین شکلی که اینجا کشیدیم. بعد این خب یک در حقیقت اندازه داره یا یک دامنه داره، یک جهت داره میدان چون بردار هسته. خب در حقیقت من میدانم میدونم چون در راستای z داره نوسان میکنه، در حقیقت ارزی بخوام در نظرش بگیرم باید عمود بر z باشه. حالا میتونه در راستای x باشه، میتونه در راستای y یا ترکیبش باشه، بسته به قطبش نور داره. ما اینجا سادگی برای سادگی کار قطبش خطی در راستای x انجام میدیم، همین کارو میتونید برای در راستای y هم انجام بدید. بعد ترکیب دوتاشون هر قطبش دلخواه دیگه شما میده. اگه با اختلافات صفر ترکیبش کنید قطبش خطی میده، با اختلافات پی دوم دایره‌ای یا بیضی میده و اختلاف فازهای دیگه هم بیضی میده. در حقیقت شما خودتون میتونید اینا رو پیدا کنید. پس من میدان الکتریکیمو چون عمود در راستای z باید باشه در راستای x در نظر میگیرم، تابع z و t هستش و در حقیقت جهتش رو هم حالا من بردار ای نشون میدم، در حقیقت ای در حقیقت x در نظر میگیرم. اینم جهت بردار میدان
الکتریکی است. در حقیقت این قطبش X رو من در نظر گرفتم. در حقیقت X دایرکشن جهت X رو برای پولاریزیشن در نظر گرفتیم. پولاریزیشن میدونه دیگه، اون جهت قطبش نور رو ما میگیم، جهت میدان الکتریکی نور رو ما بهش میگیم قطبش، که اینجا ما در اصطلاح X در نظر گرفتیم. میتونه در اصطلاح Y باشه یا میتونه ترکیبی از این دو تا باشه. این در مورد میدان الکتریکی. حالا من این شکل میدان رو تو معادله بالایی جایگزین میکنم. ببین وقتی شما تابع Z دارید دیگه به جای لاپلاسی میتونید روندو به روند Z2 جایگزینی کنید. خب روندو به روند T2 هم که دیگه میمونه. من اینو جایگذاری میکنم، به این معادله میرسم. در حقیقت روندو ای X به روند Z2 برابر میشه با 1 به روی C2 روندو ای X به روند T2. خب ای X رو تابع X و در حقیقت تابع Z و T هسته و من باید پیدا کنم. خب اینم دیگه مطمئنا درس‌ها خوندید، میتونم از جداسازی متغیرها استفاده کنم. در حقیقت یک زدی از Z در نظر بگیرم، در یک کیوی از T جایگذاری میکنم توی معادله فوق. من فعلا هنوز کوانتومی کار نمیکنم، فقط دارم میدان داخل کاوکم رو به دست میارم. خب این میشه Z زگند در کیو مساوی با 1 به C2. در حقیقت این مشتق نسبت به T بگیرم Z کتاب Z، کیو دوباره مشتق. معمولا مشتق زمان رو با 2 نقطه ما نشون میدیم، به جای با زگند 2 نقطه نشون. حالا خیلی مهم نیست. بعد اینجا در حقیقت ببرم همش یه طرف Z زگند به روی Z باید برابر باشه با 1 به روی C2 Q 2 نقطه به روی Q. خب این فقط تابع Z هست دیگه، جداسازی متغیرها رو شما بلدید. این فقط تابع T هسته. خب اینا نمیتونن با هم برابر باشن مگر یادت ثابت باشه که اینجا اون ثابت رو من با K2 نشون میدم، منفی K2. حالا فیزیکش من میگه این ثابتم باید منفی باشه چون من موج میخوام داشته باشم، باید جواب نوسانی بمیده. شما میتونید مثبت K2 بگیرید، خواهید دید که جواب در حقیقت حالا هیپربولیک به شما میده. ولی من چون اینجا میدونم موج و نوسان باید داشته باشم، خودم در حقیقت با توجه به معادلم حدسم که منفی K2 باید باشه. شما با منفی K2 برید جلو ببینید که جواب موجی به دست میاد. خب من این رو در حقیقت جایگزین کنم، این معادله دیفرانسیل جزئی من تبدیل به دو تا معادله دیفرانسیل معمولی Z زگند به اضافه K2 در Z مساوی با 0. اولی Z زگند به Z رو با منفی K2 برابر کردم، اونم Q2 نقطه به اضافه K2 C2 که اسم C ضرب در K میشه اومگا، تو فضای آزاد میشه اومگا 2 Q مساوی با 0 که در حقیقت اومگا همون فرکانس زاویه هسته، 2 پی نو یا 2 پی اف هسته که برابر میشه با سرعت نور توی خلا ضرب در عدد موج دیگه. در حقیقت C ضرب در K میشه اومگا دیگه. حتی این تو فضای آزاد هست، اگه تو فضای محیط بازارش کسی باشه سی انو میذارن. شما میدونید دیگه سرعت نور توی محیط همیشه میشه ضرب طول موجی که داره ضرب در فرکانسش، یعنی لاندانو میشه C. از یه طرف میشه فرکانس زاویه تقسیم بر عدد موج هم میشه اومگا. به کی هم سرعت رو میده دیگه، تو امواج اینا رو مطمئنا خوندید. جا لاندا بذارید 2 پی کیوم، کی هم عدد موجه. جا نو هم بذارید در حقیقت اومگا به 2 پی. خیلی راحت این به دست میاد. خب این در حقیقت این هسته. پس من به جای C ضرب در کی حالا عدد موج از کجا میگردونید؟ در حقیقت در حالت اول ما یه معادله نمیدونیم، باید بریم جلو، ولی دیگه من چون جوابشو میدونم میگم همون عدد موج. شما خواهید دید که جلوتر عدد موجه. خب معادله درجه 2 دیگه. من میتونم Z رو تابعیتش رو پیدا کنم. Z برابر میشه با A1 مثلا کوسینوس K Z به اضافه A2 سینوس کی زد دیگه. اون ماده دیفرانسیل زد زگند به اضافه کی 2 در زد مساوی با 0 جوابای سینوس کوسینوسی داره. همون چیزی گفتم ما موج داره. اگه نکنه اون منفی کی 2 نمیذاشتی اینجا کی تو این رابطه بالا منفی کی 2 نمیذاشتی و اینجا منفی کی 2 ظاهر میشه چون من این سمت. این جوابای سینوس هیپربولیک و کوسینوس هیپربولیک میداد که نوسان توشون مثال. من این شرطا رو اعمال میکنم. ما گفتیم دیوارها رسانه‌ای 100% هستن، بنابراین میدان الکتریکی داخل رسانه صفر میشه چون نفوذ نمیکنه اگه 100% باشه. رو مرزم باید مؤلفه مماسی میدان پیوسته، چون میدان من در اساس x در نظر گرفتم روی مرز x z مساوی با 0 و z مساوی با l میدان میشه مماسی. پس من باید میدانم در حقیقت روی z مساوی با 0 و z مساوی با l 0 باشه. پس من این باید در z مساوی با 0 با این در z میدانم در راستای z مساوی با l، این دو تا مرزم 0 بشه.
چون ای خودش بود زد در کیو، یعنی قسمت زد داشت، قسمت زمانی داشت که ما این اومدیم با جداسازی متغیر رو انجام دادیم تو این رابطه. به خاطر همین من باید زدم صفر بشه، چون کیو که تابع زمانه، اون قسمت زدش ما میخوام دقیقاً مثلا x میدان درس x گرفتم. پس از اینجا من به این میرسم که z باید در صفر باشه، z باید در l هم صفر باشه، که از اینجا در حقیقت z رو در صفر شما بذارید صفر، خب میشه آ1 کوسینوس صفر که میشه آ1 به اضافه آ2 کوسینوس صفر که صفر میشه آ1. پس کلا آ1 باید چند باشه؟ صفر باشه. جمله بعدی آ1 رو صفر بذارم میشه آ2 سینوس کی زد. حالا به جای زد هم بذارم ال میشه سینوس کی ال. اینم باید صفر باشه. من میتونم بگم آ2 صفر، ولی آ2 من جواب درستی نمیده، چون اگه آ1 آ2 دو تاش صفر باشه یعنی من میدان داخل کاواکم ندارم که این هیچ. من پس برای اینکه میدان تو کاواکم داشته باشم میگم سینوس در حقیقت KL صفر باشه. سینوس KL هم که میگیم صفر باشه یعنی که K که همون عدد موج مؤثر سینوس KZ بود، موج دیگه، این K یک در حقیقت مقادیر گسسته‌ای میتونه داشته باشه، یعنی KL میتونه فقط یک مضرب هایی از P باشه. در حقیقت من اینجا دیگه مثلا اسمش رو KM، K امومی، که حالا اینجا M میتونه در حقیقت صفر که بذارید بازم صفر بهتون میده، به در نمیخوره. مثبت منفی هم چون سینوس یه منفی میاره به یه عدد ثابت خیلی مهم نیست، چون آ2 رو مثل منفی آ2 کردم. پس m میتونه از یک شروع بشه، 1 2 3. در حقیقت اینجا ما یک در حقیقت گسستگی روی عدد موجامون ایجاد میشه. البته هنوز این کوانتش نیست، حواستون باشه این کوانتش الکترومغناطیسی در حقیقت کوانتومی نیست. این خاصیت موجی نور هسته که در حقیقت فرکانسایی که تو کاواک میتونه داشته باشه یا عدد موجهایی که تو کاواک میتونه داشته باشه گسسته میشه. در حقیقت پس من میتونم بگم عدد موجهایی که یه موج تو کاواک میتونه داشته باشه MP الوم میشه، و در نتیجه فرکانس هایی که میتونه داشته باشه این فرکانس های تشدید اون کاواک، یعنی با این فرکانس ها میتونه توی شرایط صدق قیمت کاواک ما بمونه، میشه C ضرب در K، پس میشه MPC الوم. این فرکانس های داخل کاواک هست که بهش میگیم فرکانس های تشدید کاواک، و به هر امی ما میگیم یک مود کاواک. یعنی وقتی به حرف از مود میزنی یعنی این جوابهای معادله ماکسول برای سیستم رو ما بهش میگیم در حقیقت مودهای اون سیستم. اینجا پس ما بی نهایت مود داریم. M1 یه مود به شما میده، M2 مود دوم رو میده که من در حقیقت شکل داشتم اینجا اول بار کشیدم. در حقیقت M1 M2 اینا همینا هستن. شما الان اینجا میتونید رو پیدا کنید. من اگه بخوام اینجا در حقیقت انجام بدم، شما رو این میتونید بگید شرط این که این تو کاواکم وجود داشته که بعد از یه رفت و برگشت کامل مودم تداخل سازنده با خودش بزنید، یعنی راهی که طی میکنه یه مضرب صحیح از طول موج باشه. پس من راهی که طی میکنه نورم میره و برمیگرده دوئل هستش، این باید مضرب صحیح از طول موج باشه، یعنی باید چی باشه؟ ام لاندا باشه، که حالا من میگم لاندای مود اموم دیگه، لاندا ام میزنم. پس طول موج مربوط به مود اموم در میاد دوئل اموم. حالا من اگه بیام اومگاشو پیدا کنم، اومگا در حقیقت میشه چی؟ میشه سی کی، کی هم دو پی لاندا اومه، پس میشه دو پی لاندا اوم سی. اگه شما جایگذاری کنید فرکانس مود اموم رو با این روش به دست بیارید، جا لاندا ام بذارید دوئل اموم، در حقیقت همون رابطه MPC الوم به دست میاد، یعنی همون چیزی که معادلات ماکسول به ما میدن اینجا هم شرط تداخل سازنده در حقیقت به شما میده. این همون چیزی هسته که ما در حقیقت اینجا به دست آوردیم. این مودهای مختلف کاواک رو نشون، فقط اونجا ما خود فرکانسشون رو به دست آوردیم، یعنی یه جوری ویژه مقادیرشون رو. اینجا در حقیقت توزیع انرژیش هم ما به دست آوردیم. برای هر مود اموم ما EXش هم داریم دیگه. EXش چی هستش؟ EXش یه ضریبی هستش در حقیقت آ2 هستش در سینوس KZ دیگه، یعنی KMZ دیگه، KM میشه. این برای مود در حقیقت EX مود اموم، چون کوسینوس صفر شد ضریب آ1ش، فقط سینوس موند، آ2 سینوس KMZ، که حالا شما اگه رسمش کنید همین شکلی هستی که من اینجا کشیدم با یک قله، دو قله و الی آخر. این در حقیقت پس من میدان توی کاواک رو تونستم پیدا کنم. اون وابستگی کیوش هم میشه پیدا کرد ولی من فعلا نگهش میدارم. پس من میتونم بگم در حقیقت میدان داخل کاواک، میدان الکتریکی که من برای یه مود اموم دارم به این شکل خواهد بود، یعنی میدان الکتریکی که داخل کاواک دارم در از x z و t برای مود اموم، یه مود خاص میشه در حقیقت یه ضریبی
در سینوس کیزد. حالا این ضریبه رو در حقیقت شرط مرزی و انرژی کاواک تعیین میکنه. من توی اون معادله کیو هم که این بالا من کیو رو هم باید پیدا کنم، تو اونم یه معادله درجه 2 شبیه همین جوابش سینوس کوسینوس، اونجا هم یه ضریبی دارم، میتونم این ضریب رو بذارم تو دل اون کیوه که در حقیقت این کاری هست کتاب نایت انجام میدید. برای اینکه شکل جمع و جور در میتونید اول این ضریب رو نگه دارید تا آخر بعدا بگین ضریب چی هستش با مقایسه. ولی کتاب نایت اومده خودش راحت کرده، همین اول با این ضریبه رو یه جوری نامگذاری کرده، اسم ضریب آ2 رو گذاشته 2 تا اومگا 2 به روی وی اپسیلون صفر. شما علارسو باید ضریب آ2 رو از رو شرط مرزی، ولی من تو کیو هم یه ضریب دارم که میاد توی ضرب میشه، من هر چقدر اضافی دیگه داره رو میذارم تو دل کیو، یعنی پس این میشه کیو تی در سینوس کی ام زد. این در حقیقت میشه میدان الکتریکی داخل اون موده که حالا خود کیو یه تابع نوسانی با فرکانس اومگا هست دیگه، چون تو معادله در حقیقت کیو زگوند به اضافه اومگا 2 کیو مساوی با در حقیقت صفر زد میکنه. این جوابش سینوس کوسینوس اومگا تی هست، یا ای به توان آی اومگا تی ای به توان منفی اومگا تی هستش دیگه. یعنی یه تابع که ضریبشو من دیگه اون ضریب آ اضافه شو میذارم تو دل ضرایب کیو. خب این میدان الکتریکی مودمون رو این برای همه مودها در حقیقت ما نوشتیم، ولی ما اینجا می‌خوایم سینگل مود رو بررسی کنیم. حالا بذارید من میدان مثلا پیدا کنم، بعد یکی از این مودهای خاص مثلا یه ام خاص رو انتخاب کنیم، در مورد اون میایم کوانتش رو انجام میدیم. میتونیم برای مالتی مودم انجام بدیم، یه خورده محاسباتش بیشتر میشه. حالا من میتونم عنوان تمرین به شما بدم، بعد از اینکه بذارید من تو فضای آزاد مالتی مود رو پیدا کردم این کار رو انجام بدیم. خب من میدان مغناطیسی رو بخوام پیدا کنم میتونم از قانون فارادی استفاده کنم دیگه، یا از قانون فرقی نمیکنه، از قانون آمپر ماکسول استفاده کنه، فرقی نمیکنه. کرل بی، حالا بذارید من از قانون آمپر ماکسول، کرل بی میشد اپسیلون صفر میو صفر که در حقیقت میشه 1 به C2 در حقیقت روند ای به روند تی به اضافه حالا موصفریش هم که دیدیم صفر بود دیگه. خب من از اینجا در حقیقت میتونم بی رو بیام پیدا کنم. خب کرل بی، من بی رو قبلش شکلی میتونم بهش نسبت بدم. میدان الکتریکی وقتی در راستای ایکس باشه ما می‌بینیم سه تا میدان و هم عمود و به جهت انشار میدان الکتریکی و مغناطیسی به هم عمود و به جهت انشار عمودن. من جهت انشارمو زد گرفتم، میدان الکتریکیمو ایکس گرفتم، پس میدان مغناطیسی مطمئنا در راستای وای خواهد بود. تابعیت زد و تی هم فقط بهش میدم مسئله بودی انتخاب کنم، پس ای وای برداری که در سه وای هم با یه وای. اگه شما اینو جایگذاری کنید یعنی کرل بگیرید، به جای کرل هم شما چون فقط تغییرات در اساس زد میشه در حقیقت ای زد، یعنی بردار در اساس یک در اساس زد روند به روند زد. شما چون ای ایکس روند به روند ایکس و ای وای روند به روند وای هم دارید، ولی خب اینجا در حقیقت تو محاسبات ما وارد نمیشه چون تابعیت زد ما فقط گرفتیم. اگه این کار رو انجام بدید، خودتون میتونید به صورت تمرین انجام بدید، میتونید میدان مغناطیسی رو بر حسب میدان الکتریکی پیدا کنید. یعنی شما روند بی وای به روند زد رو میتونید بر حسب روند ای ایکس به روند تی پیدا کنید، بعد از طرف نسبت به زد مشتق بگیرید. من دیگه جوابش رو اجازه بدید بنویسم، بی وای زد و تی برای مود اموم، من حالا دارم تاکید میکنم مود اموم در حقیقت در میاد اون 1 به سی دو میو صفر اپسیلون صفر هست، میو صفر اپسیلون صفر به کا. اینجا در حقیقت تو انتگرال گیری از سینوس کا 1 کام کوسینوس کا ظاهر میشه وقتی شما این کار انجام بدید. 2 تا اومگا 2 به روی وی اپسیلون صفر هم که خودش در حقیقت به جای کیو، چون یه بار مشتق نسبت به زمان میگیرم از ای به تی، کیو دات میاد یعنی مشتق زمانی کیو، در اونم سینوس چون انتگرال میگیرم روش نسبت به زد کوسینوس کی زد ظاهر میشه. اینم میدان مغناطیسی مربوط به اون مود توی کاواک هستش. میگه اینجا یه نکته جالبی که وجود داره که حالا من ابتدا هم صحبت کردم اینه که در حقیقت میدان الکتریکی و مغناطیسی اولا اینا موجای ایستاده هستن، اینو دقت کنید، این موج رونده نیست. موج رونده شما به صورت کی زد منهای اومگا تی هست، ولی اینجا زدش جداست تو سینوس، اومگا تیش توی کیوه که البته من میگم کیو رو من حلش نکردم، ولی جوابای کیو رو اینجوری میدونیم، یعنی خود کیو تی در حقیقت میتونه یه جواب سینوس کوسینوسی باشه، یعنی مثلا آ1 سینوس، حالا آ1 نذارم ضریباش ضریبای دیگه بذارم، مثلا حالا همون بذارم آ پریم 1 بذارم سینوس اومگا تی به اضافه آ پریم 2
کوسینوس اومگا تی در حالت کلی حالا من نوشتم دیگه، حالا میتونید فقط کوسینوس رو بگیرید سینوس رو بگیرید. خب کیو دات میبینید که دیگه خود اون بالایی نمیشه، یه خورده عوض میشه، یعنی وابستگی زمانیش میشه آی یک پریم اومگا کوسینوس اومگا تی منهای آ دو پریم اومگا سینوس اومگا تی، که میبینید با اون بالایی یه اختلاف فاز داره، چون سینوس کوسینوس با هم اختلاف فاز پی دوم داره. در حقیقت وابستگی زمانی میدان الکترومغناطیسی با هم اختلاف فاز دارن. اولا پس یه موج ایستاده هسته، استندینگ ویو هستش، که در حقیقت به خاطر اون برخوردها و تداخل‌هایی که رخ میده نور ایجاد میشه. نور وقتی از آینه میره به سمت جلو، با آینه میخوره برمیگرده، با خودش هی تداخل میکنه این موج ایستاده بشه. اینجا موج رونده ما تو فضای آزاد کوانتش انجام بدیم، اونجا کی زد منهای اومگا تی، حالا در کل چون فضای آزاد است کی دات آر منهای اومگا تی ظاهر میشه، ولی اینجا ما موج ایستاده در حقیقت خواهیم داشت. و نکته دیگه هم چون واسطه زمانی که کیو یکی کیو داته واسطه زمانی عین هم نیست، در حقیقت اینجا اختلاف فاز پی دوم دارن میدان الکتریکی و مغناطیسی، برخلاف فضای آزاد که اینا با هم همفازن. در حقیقت اینجا میتونم بگم ای و بی درسته همفاز نیستند، are not in phase، در حقیقت اختلاف فاز پی دوم دارن. این برخلاف فضا، این دلیلش اینه که ما توی کاواک یا توی فضای محدود اومدیم اینو بررسی کردیم. در حقیقت پس این نکته هم حالا باید در نظر گرفته بشه. حالا که من میدان الکتریکی مغناطیسی رو داشته باشم، در حقیقت میتونم بیام انرژی این موج الکترومغناطیسی رو در حقیقت پیدا کنم. خب بذارید من این رو هم انجام بدم، انرژی رو پیدا کنم دیگه، بقیه بحث رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. من میدان الکتریکی مغناطیسی برای یه مود اموم من دارم می‌نویسم، می‌ذارم اموم دیگه از جا حذف کنم، میدونم توی ام خاص دارم، یعنی من برای سینگل مود میخوام در حقیقت محاسبات رو انجام بدم. خب بذارید انرژی رو هم حساب کنم. خب انرژی موج الکترومغناطیسی بذارید من با H نشونم، چون بعدا خواهید دید که این میخوایم به هامیلتونی تبدیلش کنیم. خب انرژی موج الکترومغناطیسی ما می‌بینیم یه قسمت انرژی الکتریکی داریم، یه قسمت انرژی مغناطیسی. چگالی انرژی الکتریکی شما هم مطمئنا همتون خوندید، هر جایی که میدان الکتریکی وجود داره انرژی الکتریکی وجود داره. 1/2 اپسیلون صفر ای دو میشه چگالی انرژی الکتریکی، که حالا من اینجا این میدان الکتریکی هم در راستای x هستش و تابع z و t هستش. در حقیقت این میشه چگالی انرژی الکتریکی، یعنی انرژی الکتریکی که در واحد حجم وجود داره. و کاواک من یه حجمی داره، من درسته در حقیقت فرض کنم در x و y نامتناهی باشه، یعنی یه جوری خیلی بزرگ باشه، به هر حال بی‌نهایت که نیستش، یعنی یه سطح مقطعی کاواک شما داره، دو تا آینه که وجود دارن و یه طولی هم کاواک من، سطح مقطع اینا آ هست که باید خیلی بزرگتر از طول ال باشه تا ما بتونیم مثلا یه بودی بهش نگاه کنیم و مودهای کنارش هم ما حتی در نظر نگرفتیم. خب ولی به هر حال یه ساختار اینجوری داره کاواک من که نور توش داره نمسان میکنه. من فقط در سایه زد هم حرکت شده، یعنی نور در این راستا میره و برمیگرده و اینا با هم تداخل کرده و موج ایستاده گفتیم و تشکیل دادن. خب این میشه انرژی در واحد حجم داره. میدان مغناطیسی انرژی مغناطیسی داره که شما میدونید دیگه بی دو به روی 2 تا میو صفر میشه، 1 به روی 2 تا میو صفر بی دو، که حالا اینجا بی من در راستای وای هستش به توان 2 تابع زد و تی. این میشه انرژی در واحد حجم کاواک. حالا اگه من توی المان حجم کاواک ضربش کنم، در حقیقت توی دی وی ضربش کنم و روی این انتگرال بگیرم رو کل اون کاواکم، این کل انرژی الکترومغناطیسی داخل کاواک رو میده. پس این انرژی موج الکترومغناطیسی داخل کاواک هسته، در حقیقت الکترومگنتیک در حقیقت فیلد انرژی، حالا میتونم بهش بگم انرژی موج الکترومغناطیسی هست. خب من اینا رو جایگذاری میکنم و ساده سازی رو انجام میدم، یعنی محاسبات رو انجام میدم. پس این میشه 1/2 در حقیقت انتگرال در حقیقت اپسیلون صفر ای دو. خب ای دو رو من اون بالا به دست آوردم دیگه، میدان الکتریک رو پیدا کردیم که بریم انرژی رو پیدا کنیم. 2 تا اومگا 2 به روی وی اپسیلون صفر در حقیقت کیو در سینوس. من اینجا یه ببخشید ضریبم یاد رفت، این ضریبش رو ما با توان 1/2 انتخاب میکنیم، من اینو اشتباه کردم برای بی هم، پس همین اتوماتیک ظاهر میشه. این توان 1/2 گفتم این ضریب خودمون تعریف میکنیم. شما شاید بگید چرا اینجوری؟ این برای اینکه نتیجه نهایی رو ما میدونیم این کارو کردیم و یا میشه نگه داریم اونجا بدون ضریب چقدر باشه.
الان ما یه ضریبی تعریف کردیم آ2 رو، بقیه ضریبا هم تو دل کیو هستش، یعنی شما هنوز یه ضریب دیگه تو دل کیو دارید که حالا فعلا در نظر نگیریم، یعنی مد نظر ما خود کیو رو می‌نویسیم، میگیم خود کیو رو سینوس کوسینوس می‌نویسیم. خب این میشه EX2. خب EX2 به توان 2 برسیم، الان دیگه اون جمله برداشته میشه 2 تا وی به روی 2 تا اومگا 2 در حقیقت به روی اپسیلون صفر وی یا وی اپسیلون صفر توان یک دوم بود، توانش وقتی توان 2 برسیم برداشت میشه E2. E2 میشه Q2 در حقیقت در تابع اینم سینوس بود دیگه، سینوس 2 در حقیقت KZ حالا یا KMZ من بنویسم. این میشه انرژی میدان الکتریکی. میدان مغناطیسی هم یک دومشو که نوشتم، فقط یک به روی میو صفر داره در B2. خب B2 هم دوباره ما بالا به دستش بودیم دیگه، من جایگذاری میکنم، در حقیقت میشه میو صفر اپسیلون صفر به روی KM به توان 2، چون B2 رو دارم حساب میکنم، یه 2 تا اومگا 2 به روی وی اپسیلون صفر هم به توان یک دوم داشت که به توان 2 برسه میشه خودش، و Q نقطه به توان 2 در کوسینوس 2 دیگه. این میشه در حقیقت اون چگالی انرژی مغناطیسی من ضرب در دی وی رو هم من المان سطح هم رو در حقیقت المان در حقیقت انتگرال، چون متغیر من فقط تابع زد هستن، من المان دی وی مو در حقیقت چیزی هست که تو شکل نشون دادم در نظر میگیرم، یعنی المان حجم یه سطح داره، یه طول حالا کوچیک دی زد داره که در اصل زد هسته، پس به جای المان در حقیقت دی وی هم اینجا بذارید من بنویسم، میذارم آ دی زد. خب این انتگرال رو خیلی راحت شما میتونید انجام بدید دیگه، تابع سینوس 2 زد دی زد و اونم کوسینوس 2 زد دی زد، از در حقیقت نسبه کمان استفاده کنید دیگه، سینوس 2 ایکس از 2 برابر کمان میشه 1 منهای کوسینوس در حقیقت 2 ایکس دوم و کوسینوس 2 ایکس هم میشه 1 به اضافه کوسینوس 2 ایکس تقسیم بر 2. خب دیگه خودتون میتونید انجام بدید، من جوابش رو براتون می‌نویسم. اگه ساده سازی ها رو در حقیقت شما انجام بدید، من چیزی که نهایتاً به دست میارم این خواهد بود، انرژی، یا حالا فعلا هامیلتون نیست، بعدا کوانتیزش کنید عملگر میشه، انرژی در میاد 1/2 اگه شما ساده سازی رو انجام، اون ضربه رو برای این گذاشتیم که اینجا خیلی ساده بشه، پی در حقیقت کیو نقطه به توان 2 به اضافه اومگا 2، حالا اینجا اومگای ام چون برای مود ام دیگه بذارید من امش هم نذارم، مد نظر یه ام خاصه، اومگا 2 کیو 2 هستش. این انرژی موج الکترومغناطیسی توی یک کاواک میشه برای یکی از مودها که اینجا در حقیقت اومگا همون در حقیقت اومگا ام هستش که ام پی سی ال هست، یعنی من امش رو دیگه فرض کردم که عدد دادم. کیو در حقیقت کیو تی داشتیم، کیو دات رو اگه شما اسمش رو در حقیقت پی بذارید یه جوری مختصه، کیو رو بگیم مختصه تعمیم یافته و پی رو بگیم تکانه تعمیم یافته. شما اگه مکانیک تعلیق خونده باشید در حقیقت میتونید بگید سیستم من الان با یه پی داره، با یه کیو داره توصیف میشه که در حقیقت به این میگیم generalized coordinate، یه جوری اون میدان الکتریکی هستش دیگه وابستگی زمانش. Q دات که با پی نشونش بدیم بهش میگیم جنرالایز مومنتوم تعمیم یافته، و این یه جوری میدان مغناطیسی هستش دیگه، چون میدان مغناطیسی بود Q دات دیگه، جنرالایز مومنتوم، ببخشید من اشتباه نوشتم. تکانه تعمیم یافته تو درس مکانیک تعلیق شما مطمئنا اینا رو تعریفاشو دیدید. پس تکانه تعمیم یافته و مختصات تعمیم یافته، اگه من این کار رو انجام بدم در حقیقت پی یه جوری همون نکنید ام وی هست، حالا اینجا فقط جرم رو شما فرض کنید نداریم، جرم یک باشه میشه وی همون چی هست، سرعت میشه مشتق مکان دیگه، مکان رو بگیرم کیو میشه کیو دات، و هامیلتونی من خیلی شکل قشنگی پیدا میکنه، هامیلتون ببخشید انرژی من که حالا بعدا میشه هامیلتونی در میاد پی 2 دوم
حالا اگه ام داشت، امش اینجا میگم 1 B2 به روی 2M به اضافه 1/2 M که حالا اینجا 1 اومگا 2 X2 یا همون Q2 مختصم. دقیقا شد انرژی یه نوسانگر هماهنگ ساده. میبینم که انرژی شد انرژی نوسانگر هماهنگ ساده، در حقیقت سیمپل هارمونیک آسیلیتور انرژی شد. انرژی نوسانگر هماهنگ ساده شد که بر حسب مختصات و تکانی تأمین یافته QP به دست اومد. این فرمول خیلی مهمی هست. حالا من همینجا بحث رو تموم میکنم. این خیلی شبیه نوسانگر هماهنگ ساده است. حالا وقتی میخوایم کوانتش رو انجام بدیم، میایم اینا رو، یعنی مومنتوم های تأمین یافته و مختصات تأمین یافته‌مون رو تبدیل میکنیم به عملگر مکان و مومنتوم. اونجا هست کوانتش رو انجام بدیم. تا حالا موج الکترومغناطیسی، یعنی ما همون دید کلاسیکی رو داریم برامون، اما اینجا اگه بیام QP رو عملگرش کنیم، یعنی اینو کوانتیزه کنیم، کوانتومی کنیم، مثل تو کوانتوم معمولی که شما گفتیم مثلا مکان یک مشاهده پذیر، ما بشه عملگر. اینجا Q و P یه جوری میدان‌های الکتریکی مغناطیسی شما هستن، اون قسمت زمانیشون. خب اونا رو ما چون مشاهده پذیر هستن تبدیل کنیم به عملگر. این کاری هستی که انجام میدیم و اون کوانتش انجام میشه. این رو من دیگه میذارم برای جلسه بعد. فعلا تا این رابطه، من جلسه بعد از این رابطه H و حتی روابط حالا E و B استفاده میکنم. برای یه مود خاصم دیگه انسی امشو من نذاشتم. در حقیقت فعلا من رسیدم تا اول کوانتش، یعنی کوانتش رو انجام ندادم. این بخشش رو میذارم برای جلسه بعد. خیلی ممنون و خدا نگهدار.